بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي لا نبي بعده اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایزان محترم همزنگی صحبت مانده یکمش درباره جماعت و دویمش هفته هلاک میکردگی گناه های کبیره. همین چیزا انشاءالله مختصرا شرح میکنم. رسول الله میگن که اثنان خیر من واحد و ثلاثة خیر من اثنين و اربعة خیر من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع امتي الا على هدى. رسول الله میگن که دو کس یک کس ناست، سه کس دو کس ناست، چهار کس سه کس ناست. دونتون که فعليكم بالجماعة یعنی شما جماعت خودتون به قبل گتون. دونتون که پروردگار امت من را هرگز تپه ناحقند جمع میکند، فقط جمع کند دیگری تپه حیات جمع میکند. گفته جماعت کلانتر به هر دویم همون هر یک حالنده به جماعت کلان قطع شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند. یک کار های یک کار یک کس کساست، یک دیگه کار 10 کس کساست. همون 10 کس کدگی کار با این وعده رسول خدا جماعت سا میشد. جماعت هرگز در تپه ناحقند جمع نمیشد. برای همین بعضی فعل هایی که ما نفهمیده از جماعت بیرون برای ما عادت شمول شده گری، همون فعل ترک کردن ما برای جماعت کرده یک کشیدن ما شده گری، انشاءالله اند ثواب هست و همین چیز با حرکت کرده ما دکار. درباره جماعت اندکی حکم گفته گذارم. در جماعت های سوی مسجد های خانده یک جماعت شودگری دویم جماعت همونجا آمده، دویم آدم آمده جماعت شده خواندنشون مکروه حساب میشد. مثال رواننده میدونم که 10 تا کم یکنده پیشن به ملال اشته آمده یکلم انده جماعت خواندن خود یکم جماعت سناقش به فتورساندگی سبب کتی دویم جماعت مکروه حساب میکنند. مقصد یکم جماعت حرمتش بالاشتن. در مسجدهای گذر باشد، یعنی همین کوچنده مثل مسجدهای گذر باشد دیگری و آینده دو کس سه کس جماعت خانه شود بفهم میرد. لیکن مسجدهایی که آن وقت های آن جماعت همی همون جماعت ها همین وقت حساب باشه گفته مسجد برواندگری همون جماعت با خوش میشن. همون خواننده همون قشلاقنده حوادث استاده وقت پیشینه دیده که وقت نماز دیده استاده بعد نماز گذراندن دو کس سه کس هفته جماعت خواندنشونه خود یکم جماعت نقصاندار کردگی باین، یکم جماعت تحقیر کردگی باین گناهکار میشدن. برای همین اکثر عالم ها همین چیزا مکروه حساب میکنن. سوی جماعت انده همون آداب های جماعت های یک انسان خطا کنه دیگری قفانگش اصلاح کردن ممکن. از قفانگش نماز نبودگی انسان اصلاح کنه دیگری نماز فیران میشد. برای همین قفای امام انده یک تا دو تا همون امام با این درجه انده میدانستگی انسان قفاندش نشته کار. های با قفای امام با یک تا دو تا جو میمونن که همون با این آدمی میفهمده که انسان صدو امام بگشتگی هم انسان فراموش که موند یا که یک خطا کرده موند دیگری اصلاح میکند گفتگی منونده. ما یک نماز خانسیم یا نگمو دیگر نماز خانساست و یک خطا دیگر موندمو اصلاح کردم، اصلاح همه قبول کند نماز و ورام میشد. مثلا یک آدم کتاب قرآن خونده اشتوید یک دیگرش اولاد نفل خونده بلند خونسوید لقمه تیاد و لقمه قبول کند همون نماز و ورام میشد. برای همین همون لقمه دادنم خودش یکشن آدابش هایی. یک جانده اومد استادگری تا 3 وقت تکرار کردنش همینم 3 وقت تکرار کردن نیومد استاسون لقمه میتیم همون نفسش کنده شدم دارم لقمه تیم گری و آینده لقمه داده گفتم گناهکار شدم میرد. همین چیزی به ما به اعتبار میشیم. دویم حدیث رسول الله میگن که از 7 ویران کننده یعنی انسان هلاک میکردگی از 7 گناه خودتون احتیاط کنتون.
همون هفته یکمش خدا شریک واردم است. این انسانیت مسلمان انسان این حذر میکردگی هفته خطا یکمش پروردگار به شریک واردن در عبادت، در دعا، در دیگه کارهایی که مابین بندی پروردگار میشد جای پروردگار نکرده دیگه بندش به کردگش همه چیز شکست میشد. پروردگار خواهش دهنده، خواهش گرنده، فرزند دهنده گره خداش دیگه همون از پروردگار میپرسیدگی چیزهای همون از پروردگار میپرسیدگی چیزهای از بندش پرسیده نمیشده است. خواه قبر باشد، خواه یک قبر عزیزها باشد یا یک بعضها درختها و همه خیلی چیزها میبندند، آن همین چیزها شرک میشد. و دویمش سحر، یعنی شرک انده سحر هم های زنشو قطر و سحر با حالش هم ادی میبرد نکاح بایسته میشد. یک تش روادم یک تا ادی میبرد نکاح بایسته میشد. چرا بعض فرزندها به مهر، به فراست، قپول دیمک همون شوهرش دیگه نمیده. نفهمده زنک یک بخش رفتم دیگه. بخش رفتگی انسان مرد باشدم زن باشدم از قلبش ایمانش میبرد. ایمان براد گری تو هموزه همه عمل بیکار از مابین حتی اینکه نکاح هم بایسته میشد. از نم نکاح نخواند گری موندگی حیاتش حرام سا میشد. سخت حکم و از بین حکم. افسوس که سحر ما خود یک در کاری یک اشیا من استفاده برم. اصلش این خیل چیز اسلام بیرون حال. امید بعد این مثل است وقت النفس الذي حرم الله. انسان کشتن از سحر سان مثل است. اصلش آدم کشی خیلی وزن گناه. از انسان کشتن هم سحر برفتن، سحر کردن در نزد پروردگار حکمش وزن مثل است. اکل و ریبا ساننگش ریبا خودن. حاضر وقتنا پرسن خودن نکن. این چیز با پروردگار شرک آوردن، با انسان کشتن، سحرگری کردن که براست میشده است. نفهمیده که باشد گناهش بدگیش دونسته که باشد گری و گناه کبیره سا میشد. من با شدم میگرم گود حلال شمارده سا میشد کفر میشد. نه حرام چیزا حرام حکمه همه کساسو منم کدام میگرم گفتگی انسان از دی میبرد. برای همین درباره حکم های شریعت همه گفته گم نزنیم. چشم ما ششتا نوبکار نامه دگری جمعیت هم خیلی گم نه. ایمنیت قطور هم نصیحت است. و اکلوا مال الیتیم. مال یتیم خودنم قطور هم ریبان نبوده است. قطور پروردگار شرک وادان ده. قطور انسان کشن ده. قطور سحران ده. قطور شرک نبوده است. مال یتیم خودن. برای یتیم جدا شدگی نفقه، برای یتیم رسیدگی ملک های از خود کردن همین خیلی حرام شده است. و تولی یوم زحفی. روزی جنگ کفا گرفتن. خدا نگهدار دو سیب مسلمان ها یک غیر دین ها زیر کده اومد برای کشتن. رشیدگی آدم داند که این چیزا هیچی نبخشد. بعد همون رشیدن یک عمر در عبادت گذاردم همونجا اندم مسلمان حمایت نکرده رشیدگی باشه دگری این رشیده دیگه انسان ها اصحاب این مرداشه دگری موندگی عمرش در عبادت گذاردم پروردگار نبخشد است. مسلمان انسان مالش، خونش، آبروش حمایت کردنش فرض میشد. ما زیر کده اومد می دشمن هجوم کرد می دیمک ما اون چیزهای حمایت کردن ما در کار است. آخرش ببینید و قذف محسنات المؤمنات غافلات. به خبر زنهای مسلمان های با گندگی تهمت کردن. این زنان نیخش ویران میگیمو همون خودش ویران گفته که وقت مونده اساسا ما نباشه دگری دانیم که هفت گناه یکمش شرک بودگی، دویمش سحر بودگی، سیمش انسان کشتگی گناه، هفتمش یک مؤمنه زنها و با ناپاکی تهمت کردن است. اعوذ بالله حیات.
همسایه‌مو اشناب باشد، همسایه‌مو فلانچی گفت باشد، وای فلانچی و فلانچی گفت باشد، ما میگیم همون قذف ما و همون تهمت ما اگر 4 گواه نبیاره مگری اصلش اسلام انده 70 درجه میشد و همون انسان تا روز قیامت دو گواهش نمیگذارد، هیچ جواب گواه نمیگذارد، قطار زندگی مرده ها میشد، گواهش نمیگذارد. همه درجه انده اسلام حقوق زنهای مؤمنه های حمایت کردگی. افسوس که این وقتش هم خیلی میگیم که یا دره میخورم دنیا انده یا آخرت میموند و دیگه مش همون وزمنش دره خیلی ممکن یک هفته زنده مونید درش میبرد، لیکن یک عمر قطار زنده مردهان گشتن وزمن چیست؟ برای همین ایسان محترم از زبان ما میبرامدگی هر یک سخن به اعتبار شویم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.